سلام به همگی، روحام هستم. سلام. کجاییم؟ خونه من. خونه حساب. اومدیم با یه ویدیو متفاوت. گیم پلی نیست این ویدیو Try Not To Laugh هست. حقیقتش هم بخوام بگم من خیلی سخت به یه ویدیو میخندم. منم همینطور. تو نمیدونم چی. آقا این یکی از مجموعه مجموعی از ویدیوهای آیسان هستش. همین که ایشون میگه وایلیشن. بازنده یه شات چی مزش بده؟ ودکا مزش بده. خب یه شات ودکا میخوره، بعد یه دونه هم میخوابونیم زیر گوشش. اوکی. آقا من همین الان داره خندم میگیره. همین الان چشم رو به خودم بزنم. خب بریم. و خنده از جای شروع میشه که آدم صداش در بیاد. اوکی. خوبی کسکونم کردم که یارو بخواد این گرما مرد میشاره. ای پروردگار این موتوری کنکش یه کاری بکن آجی، یه نون نوایی برسه آجی. گرم این شهر، خیلی گرم این شهر آجی. هیوستن خیلی گرمه. جان ناله کن کنکش. متشکر، ممنون، قربان شما. بیا برو تو کونه من خار کن. خیلی فازش تغییر میکنه تو یه لحظه. داره دعا میکنه واسه یارو موتوریه، بعد یه دفعه فوش میده، این طرف میزنه اون طرف. بریم بقیه‌شو ببینیم. چرا فوشای منو چسبوندیم با هم گذاشتین توی این یارو، تو اینترنت، تو اکسپلور چی کس بازی نذاریم. بده بابا، من 2 روز دیگه میخوام پدر بشم. بچه‌ها پسرم نمیگه بابا این چه کسکش بازی بود در آوردی. میگم نه پسرم همین راه رو ادامه بده، خیلی عالی اینا. نه اون دلش میخواد دوست دختر من شه، نه من دلم میخواد دوست پسر اون شم، ولی با هم دیگه حال میکنیم مردا. نه من میخوام با کسی باشم، نه اون میخواد با کسی باشه. با هم دیگه هم نمیخوایم باشیم. گرفتی چی میگم؟ به این حالت میگم بچه‌ها کسکلاج. اول کی خنده؟ من خندیدم. خب یک دیگه. نه دیگه هر کی اول بخنده. تو اولی خندیدی. آره ولی هر کی اول. نه دیگه پوینت جمع میکنم. من 1 پوینت 1 پوینت. الان در واقع 1 پوینت من دارم، 1 پوینت تو. این نیست که هر کی اول بخنده. کسکلات چیه؟ پس هر کی تو بیشتر بخنده باخته. تو خندیدی منم نباید بخندم. آره. اوه خیلی سخته دیگه. خیلی سخت میشه. کسکلات چیه لعنتی؟ دوباره؟ نه اون دلش میخواد دوست دختر من شه، نه من دلم میخواد دوست پسر اون شم، ولی با هم دیگه حال میکنیم مردا. نه من میخوام با کسی باشم، نه اون میخواد با کسی باشه. با هم دیگه هم نمیخوایم باشیم. گرفتی چی میگم؟ به این حالت میگم بچه‌ها کسکلاج. آره فدایی تو. من دیدم که این بزرگم خار مادر تو من گاییدم. کسکش رفت اونور. آقا خار کسته، اون سرهنگ کسکشی که به تو گواهی نامه داد خر بود، زنگ کسته. تو چرا کسکش از دستشون گواهی نامه رو گرفتی؟ خار کسته خر. گفت درود، میگه سرهنگ خر بود به تو گواهی نامه داد، تو چرا از دستش گرفتی؟ میدی؟ نه سوسکو میکشم، زنده میگیرم میندازمش بیرون. بعضی موقع تو خونم باشه کارش ندارم، میگم زندگی کن خار کسه. دمبر من فقط نیا، کاری باید ندارم. سوس شده 2 روز 3 روز تو خونه من بوده، بعدا یه جوری خودش رفت. فهمیدی؟ شنبه، یک شنبه، دشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، امیرکلا، گرد بزرگ. پسرا رو کس افتادین مثل خروس این همه دیگه. یاد چی خودتونه میندازین؟ وای دست مادر بزرگ من چروک بود، وای اون روز فلانی تصادف کرد اینجوری شده بود، حالا داری میزنی به اون فکرها نیاد. این لابلا خدا رو هم یادش بیفت. غیر اینو مگه شما الان روی دختر لگن قرص نخورده باشی و یهو شانسی کس بخوره به طورت، میدونی که لب بگیری آبت اومده.
چیکار میکنی اون وسط؟ داری میزنی میکوبی، داری فکر میکنی وای اون پسر اون روز ریده بود رفتم تو مدرسه انقدر تو کاسه تو والد بود. این فکرای کیری میکنی که آبت نیاد دیگه. خب حالا این لابلا فکر این آشغال بازی ها رو نمیخواد بگم، فکر خدا باش، فکر مثلا بگو چیز مثلا روز خوبیه، وای چه اتفاق خوبی افتاد. فهمیدی چی میگم دیگه؟ کسکی میگفت داری تلمبه میزنی به چیزای بس فکر نکن، به خدا فکر کن. من نمیدونم چی فکر کن. آره خب لعنتی چجوری؟ دق 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 دور، دق 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 دور، دق 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 خیلی دور، بده. وای دق 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 دور، دق 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 دور، دق 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 دور. وای وای این داره کجا میره تو این کره زمین؟ من کسخل دارم کجا میرم؟ چرا ما نبود؟ میگم اون داره یه مسیر میره، اون الان من ببینم من خوشش میاد، منم از این خوشم اومد. خب الان من بخوام دور بزنم برم یقه اینو بگیرم باید برگردم سر کار. این زندگی کسی شهره دیگه حاجی. من الان واقعا از این خوشم اومد. آقا یک روز بسیار عالی. آقا کسی شهر گفتم یک روز بسیار عالی. ای شراب مشکین به کجا شدین؟ نه من مست و تو دیوانه شرابی. ای کسکش گلابی معلومه کجایی؟ من اینجوری بگیرم، فهمیدی چی شد؟ هیچی نمیخوام، فقط همین. Thank you. کار میکنه با خودش. خیلی کیرم توت. کسکش با 2 ملغت 110 کیلو وزن مثل کس پولیا. پولتو ندادم کسکش کلایی بگی نهره بزن خار کسه. کدوم کن کشی های آفرین. حال کردی چه رفیقایی دارم؟ لویز غیر کن کشی لبده مامانی جون بیا تو رو لیم کیسه کنم. شیرمردان عقاب‌های ایران قوم قاجار و قوم افشار با هم قاطی کردن، بهش میگم قوم غفاش. همیشه میگم نمیخواد یک کیره خرتو کم بکنی، کیره خر اضافه بش نکن. شپالوسکو کسپالیانو. مثلا به یه چاقو بزنم میترکی. کل رگام داره میخنده، فقط دهنم معلومه نمیخنده. تو ویدیو نمیدونم شاید هم معلوم نباشه. قشنگ معلومه داد میزنه. آقا اجازه من بگم بگه خالتو من گاییدم جمع کن کسکونو. اصلا یعنی شما رو قشنگ ببرم تو بعد چی میگن؟ بعد قدم چی میگن؟ تو عهد قدم تو چی ما میگیم؟ کسوچوخ یعنی اون تای فهمیدی؟ کسوچوخ کف یعنی ناخونم بگیری دیگه باختی دیگه. کاسه چاخکاف. آقا من برم میخوام 40 دقیقه مردانه بزنم. آجی داشتم تمرین میکردم، بعد آهنگ شمالی داشتم گوش میدادم، بعد یه جا با آهنگ خوندم، دیدم یکی زد پشت من، یه آدم مسن 40-50 سال 53-45 سال فکر کنم. گفتم یس. گفت دایی شما به محلی، گفت شمالی هستی؟ گفتم آره اینا. بعد آجی شمالی گفت ولی بذار من فارسی بهتون میگم. من هم شمالی میگم هم فارسی ترجمه میکنم بعد براتون. چی کرد؟ گفت دایی شمالی تو؟ گفت دایی شمالی هستی؟ گفتم آره. بعد گفتم تو اینجا چیکار میکنی؟ بعد گفت من لاتاری بردم بیمومه. گفت من لاتاری بردم اومدم اینجا. حاجی نگذاشت بعد اینجوری کرد. زندون دوی. گفت او زندان بودی؟ گفتم زندون چیسه؟ گفتم زندان چرا؟ گفت خالکوبی مالکوبی دفتر نقاشی مگه تو؟ ولی دیدم یارو کسه در باغ، اصلا تو باغ نیست، اصلا داستان اینستاگرام و اینا. بعد جوری کرد گفت اینجا زندگی میکنی؟ گفتم نه من هیوستون هستم. گفتم تو چند وقت اومدی؟ بعد گفت من 2 ماه اومدم. گفتم خب با سن آنتونیو چیکار میکنی اینا؟ گفت بیم اومده. گفت یعنی اومدم همینجوری. گفتم خب این باشگاه درآمد فلان اینا. آره نه من از ایران، گفت از ایران $18,000 پول آوردم. حاجی نگذاشت نه برداشت، به جان قدیر یهو اینجوری کرد. بعد مثلا 3 دقیقه کانورسیشن شمالی
کسموس نجا داری خاکسته آجی اینو من دیگه نمیتونم ترجمه کنم خودتون میدونی چی گفت دیگه همه با هم خوار مادر من کافی رو گاییدم چیه کسکش توی یا اونه کارداشیان رفتم با این کیم کارداشیان به جان پدرم بعد دیدی که چه کونه گوشتی داره قرآن شروع کردیم بعد از پیک اول رفتم با این کیم کارداشیان به جان پدرم بعد دیدی که چه کونه گوشتی داره قرآن شروع کردیم لب و لوب گرفتم بعد دستم آوردم دیدی که لب میگیری بعد میخوای کونه چنگ بگیری پشت قدرت رو ثابت کنی دیدم خدایا دستم به یه چیزی خوش به کون نیستی بعد دیدم به من میگه که من دودول دارم آی خواهرتو من گاییدم آقا این اومد اینجا و شب اول آقا ما شروع کردیم لب و لوب و اشغال کار ما که داشت تموم میشد این دیوس قدیر قفل کرد پاشو دور منو نگه داشت گرفتی؟ اینجا زنی خطرناکیه دیگه باباشه؟ اوه داره با قدیر صحبت میکنه قدیر که؟ باباشه باباش توضیح میده؟ باباش داره توضیح میده صدای بابا رو گوش بده صدای بابا رو گوش بده نگه داشت گرفتی؟ اینجا زنی خطرناکیه دیگه الان خارگوسه به آرش زنی زده که من حاملم از آیسان یاران همه رفتن پسر مواظب باش برای من بچه درست نکنی نفسی چالوز بگی پدر این داشت که باید بزرگ کن دختره باید میخواست برای من چیکار کنه فکر میکنی قدیر دختره برگشت گفت از امروز تا یه ماه آینده دختره خلافکار بود گفت تو یه ماه فقط با من باش دست به هیچی نزن فقط گفت تو ماشین با من با $1,000,000 قدیر تو 2 ماه کسکش همه چی رو خراب کرد پسره آقا کس مکن تو میدی آقا دیگه خاطی کردی با من باشو $1,000,000 بگی بلش تو خواهد مادرشونه گاییدم برای علی یعنی که دیگه سیم آخر شیرمرد داریم میاد شیرمرد با هم ما با هرکی دوست معمولی شدیم خارکوس آخر کردیم اینقدر بدبختیم ما الله به قرآن مجید مگه دوست معمولی چجوری با دختر میشی مگه میشه آخه من هر سری خواستم دوست معمولی بشم جلسه سوم چهارم خلاصه یه جوری کسگیر آوردم جلو تموم شد رفت الو بعد ددی چه خبر به قرآن مجید آجا این همین صحبتی میگم آقا ولش کن تو گاییدی ددی رو تو ددی رو میگه گاییدی گفت تو ددی رو گاییدی بابا ما اسیر شدیم رفته بودم صبح قهوه خونه اینجا یه املت بخورم یارو منو برد پخت گفت یارو منو برد پشت یخچال من فکرم میخواد ترتیب رو بده گفتم که آقا چیه؟ گفت یه عکس آقایی میگه چرا پشت یخچال گفت آقا بیرون دیوارش خیلی کیریه پشت یخچال تمیزتره اونجا بریم اونجا بگیریم بابای آیسان قدیر رفته یه جای شناختنش خواستن عکس بگیرن خواستن باش عکس بگیرن بردنش پشت یخچال باش عکس بگیرن من گفته نکنه برای میخوام بکنن این پشت من گفته نه اونجا کثیف دیوارش پشت یخچال تمیزتره وقتی خندت میگه بگو داد نزنی یا بگو دهنت سرویس این ویدیو رو ننداز خیلی سمه کشته شد گفت آقا بیرون دیوارش خیلی کیریه پشت یخچال تمیزتره اونجا بریم اونجا بگیریم آمد Hello. Oh, yes please, yes please. Thanks. Bye. داداشی رفت تا فردا صبح مواظب خودتون بچه ها باشین داداش داره میره برای شخزنی بسم الله الرحمن الرحیم
من یجی مستبل ازار شبستون مبستون پبستون. من زنمون بزرگ کرد دیگه. من و عموم و زنموم و قدیر اینا همه تو خونه پدر بزرگ من بودیم. سالاره دیگه من صداش میکنم مامانی. من دنیا اومدم اونو یادمه که بعداً پیش خودم میگفتم بابا میگفتم چیه؟ گفتم چجوریه؟ اینو ما میگیم مامانی، تو رو میگیم بابا، ولی زن عمو ایرجه. تا سن 18 سالگی کسکیچ و کسقلابی بودم دیگه، نمیدونم کی به کیه. قدیرجو میخوام بهت ایدی بدم. ایدی چی میخوای؟ الان میزونم، هر ایدی بخوای بهت میدم. چی میخوای ایدی؟ همین الان بگی بذار نیم ساعت دیگه میگم امیر روحانی بزنه برات، هر مبلغ بگی. پس هیچی نمیخوای؟ یه دو امام بزنی تو کافیه. دو چیه؟ یه دو آقا 2 میلیون چیه؟ برو بالا دادا برو. سلامتت میخوام. میگه پس نمیخوای؟ میگه یه 2 تومن بزنی کفایته. دو چیه؟ یه دو میلیون. آقا 2 میلیون چیه؟ برو بالا دادا برو بالا. 5 میلیون. برو بالا قدیر جون بالاتر. بالا سنگوب میکنم. این بالاتر سنگوب میکنم. بالا سنگوب میکنم. آرکاز داره که بالا سنگوب میکنم. ده خوبه؟ 10 من از هیچ کی حساب نمیبردم که فقط از این میترسیدم. بعد من 8 تا 8 9 سالگی میشاشیدم تو شلوار خودم. یه روز این زنموی منم گفتم سنشون ما هم بالا بودی، حال و حوصله نداشت مثلا الان نیست که پسر گل من اگر شما نشاشی مامان برای شما نمیدونم آب نبات میخره. این خارکوسه من گرفت فشمشم بهش میدادم. خارکوسه مادر جنده. خالش نه شوهر زنموش میگه شوهرموش. دیدم نگو دید. تکرار نکن. همه چی اهل قرآن نماز بود ولی میدونست منظر سیم من قاطیه. بیمادر بودم بیمیز قاطیه میشه من نمیگفت. اصلا هیچ کی با من کار نداشت. حالا اینجا رو گوش کن چیکار کرد یه روز. بردین دستشوی من 5 6 سالم بود. کله من کرد تو توالت فرنگی که نه توالت ایرانی. گفت یه به شمالی گفت اگه یک بار دیگه شلوار شاش بزنی تو رو میکنم این تو. آقا دیگه اگر ما شاشیدیم که شاشیدیم. از ترسی که 2 بار شاشیدیم یاد این صحنه افتادیم. ولی دیگه هیچ وقت تو شلوار خودم نشاشیدم. این خاطره مامانی من بود. من اگه معلم تاریخ بشم تمام جنگ‌های بزرگ دنیا سر کس رخ داده بچه‌ها. ایران نمیگه. اگه اینو برین تهش در بیارین باور بکنید جز انقلاب ایران که خودمون خواستیم خودمون رو کس کنیم. اوه خیلی خوب. قشنگ گفت. اینم برای 1 پوینت. نه شد دیگه بقیه همه سر کس بوده جز ایرانی‌ها. غیر از اینکه خودمون دیدیم کس نمیشه کردیم. بودیم آقای ما خودمون می‌خوایم خودمون رو کس بکنیم شما بیاین ما رو بزنین کسبر کنیم. حسام اینجوری پیش بره فایده نداره. هیچکی یکی نه دیگه این همه الان تو ویدیو نگاه کنی پاره شده تو ویدیو. ربطی نداره. من مکسیمم تبسم زدم. تبسم ما اولش طی کردیم گفتیم صدا در نیاد. تای کردیم که خب خودتو به گا دادی اینجا. مشکل نداره. من اصلا اینجا خودم انگوش کنم. ببین من نمیدونم آخرسای پسیار امروز اما میکنه. نه الان یک اگه نخندی کسی نمیخوره. بعد بخندی. میاد میخوام ببینن دوست دارم اگر خنده که حساب اگه تا آخرش کسی نخنده باشه آرای شدنهای تو حساب میکنی. باشه. قباد هستم. کدوم قباد؟ کسکش تو نمیدونی قباد کدومه؟ مگه میشه تو از 7 سالگی تا 5 سالگی با قباد کسکش همکلاس بودی 100 بار چونم. چجوری از 7 سالگی تا 5 سالگی با یار دوست بوده؟ What the fuck اصلا دقت نکردم. کسکش تو نمیدونی قباد کدومه؟ مگه میشه تو از 7 سالگی تا 5 سالگی با قباد کسکش همکلاس بودی 100 بار چون هم انگوش دادین 10 بار چون یکی رو گذاشتین و تو قباد یادت نمیاد.
این عطر رو تهیه میکنم. کسا عاشق اینن، خارجی، کس خارجی ها. آقا کار نداری آقا، ولش کن. پدر جون آقا تو نمیخوای صحبت بکنی، ولش کن. من حوصله ندارم آقا، ولش کن. خواهد کن دیدم صحبت میکنم دیگه. بگو بگو. گاهی من تو آجه اونگیری میکنی بابا خواهش کنم. آجی خیلی کسخلتم به ارواح مادرت. قدیر اگر یک روزی از این دنیا رفتم میفهمی چه چیزهایی برات گذاشتم قدیر جون. خواهی مادر شیرم تو اول آخر اون بنیانگذار بکن بنیانگذار رفتم میفهمی چه چیزهایی برات قدیری. گذاشتم قدیر جون. خواهی مادر شیرم تو اول آخر اون بنیانگذار بکن چرا میرینی تو حالا؟ قبلش خندیدی شوخی ها. کردم بابا، عجب آدمی شوخی کردم، حالا تمومش به شوخی کردم بابا. تفاوت ریدن خارجی ها و ایرانی ها. بعد این خارجی ها من نمیدونم مدل کونشون چجوریه، اینا با دستمال خودشونو پاک میکنن بومو نمیگیره. برو مکس. مخصوصا ایرانی ها میدل سر عرب مرب و اینا با دستمال که میزنن تا شوهای نیم مایل فکر میمونه بچه راسو مرده تو کونه اینا. به تمام مستضعفین دنیا ثابت کردم که آقا نلسون ماندلا خارکوس چی کار کرد مگه رفت زندان کس بازی کتاب بخون مدرسه رو کس بازی بری تو زندان بری درس بخونی، تو زندان باید بری والیبال بازی کنی فلان بکنی سیگاری اینا بگیری بری شعار. واکنش من وقتی میگه قبل تو با هیچ کس نبودم. بار مادر دروغگو رو گاییدم پف کسکش کثافت. آقا نخندیدیم، منم نخندیدم. که یکی پاره شدی. اون اولش که یه بار یک خندیدیم ویدیو بعدم بشین نگاه گوش کن ویدیو رو بخوای بشین ببینی ببینی اون موقعی که من تبسم تو داری پاره میشی. مهم نی. تو داری پاره اول میشی. خب آقا تو داری جر میخوری. اینجوری که تو جر خوردی پفک نمکی یعنی تو رو یه دونه فندک زیر کونت میزدن میرفتی هوا خنده. مهم نی. آقا اولش تیکه. آقا دفعه کی بعدی کردیم ولی وقتی نشدی ریدی دیگه. آقا دفعه بعدی لبخندم نبود. تو صدای خنده در کونت اومد بیرون. چی میگی؟ کونت یه خورده آهستان دیدی شروع کرده فارد کشیدن. اصلا ولی خب تو این چوب وایستادی اینطوری خب دیگه چالش همینه دیگه. اصلا دیگه با تو ترانت تو لف نمیگیرم. الان میخنده کنی. این ویدیو هم به پایان رسید. مرسی که تا آخرش دیدید. بنویسید توی کامنت ها من بردم یا حسام برد، بعد ما میشماریم رأیا رو. ها میشماریم. هر کی باخت این چکه رو میخوره دیگه. بعد این چکه رو توی ویدیو دیگه میذارم صرفا جهت شادی شما. ویدیوی بعد میبینمتون.